سلام دوستان، اومدی برای آنباکس این کارتا. اولین کارتمون ببینیم چی قرار باشه. خب دیگه باشه نمیخوان برچسب باشون زیاد بار نیستن. والورده خود والورده سری جالب نبود. حالا بریم پک بعدی. این از پک بعدی چی هست؟ چی میتونه باشه؟ اوه مولدی که بچه هست. خب کارتاش چیه؟ اوه این پرایم لواندوسکی اصلا این از کارت بعدی. ببینیم چی در میاد. ببینیم چی در میاد. اوه سریس گیریم. اوه ببینیم چیه. ادوانس چیه بود؟ سیگنیچر بنازیم. خب آقا از هالنده حالا خود هالند هم کس باشه. سیلوی لیمیتد سرچست ببرید. ای که سیلوی لیمیتد کورتوا سیلور کورتوا اکسماجی سیلور کورتوا اوه سیلور کورتوا اکسمام اوه بریم باکت بعد چیه؟ یه دونه بیا یامال بده. سیلور یامال بده. سیلور ببینم چی دادی. ولی یه سیلور داد قشنگ. بذار ببینیم برچسباش چیه. برچسباش هم زیاد مالی نیستن. باجی سیگنیچر در مکان قرار اون سیلور برسه به شما. آنباکس بعدی ازم بریم آنباکس بعدی. ازم ببینیم چی در بیان. بودو دیگه بابا. زمین خب برچسبش رو بدنه. بریزون ور اینم بریزون ور کلابش چونگی بیناز اینم بندام بر بدر اینم بندام و آباکس هیروز بعدی ببینیم. بدنش شیرین رفت میگی کارتا رو خب چرا نمت بده ناموسن آجی خدا وکیلی اینقدر زدی یه سیلور در آوردیم دیگه. حتما سیگنیچر رونالدو. سیگنیچر رونالدو. سیگنیچر رونالدو. آجی این دست کارت به هرکی برسان ناموسن خیلی خوش شانسه. یه دو هم حالا آنباکس چمس بریم ببینیم چی در میاد. بزن چمسو. چمس خوده. چمس خوب درا پرایم کیه؟ نیمار سیگنیچر برچسب خوبه. خوباش پک خوبیه. آنباکس چمس بعدی. بابا این چیه؟ سوارز خوبه. حالا این حجمی که الان اومده
تو ویدیوهای هفته بعد که قراره چیز بشه کامنت بذارید، اینا رو بدم به شما. اینم که تو همین ویدیو کامنت بذارید، اینا رو بدم به شما. بدرود.